تا دونه چیز دیگه. اینجا قرار نمیگیرد. اگه الان بمب اتم نزنن یا توافق رو به هم نزنن میتونیم کارمون راحت انجام بدیم. یه دست این آدم جنگ سریع سرباز کماندار عرب. چند وقت خیلی بازی نکردیم. خیلی وقته. تعداد بیکاران زندگی زیاد تو شده داری؟ است. بعدش میریم نافتای کنیم بنده خدا هم بیاد. فعلا جنگ سری بیاد. جنگای صلیبی 525 تا چوب خریدم. اینجا قرار شت. نمیگیرد. چاقال زنگ بابا اصلا ما خورد شما اول ساخت و ساز کنیم اقتصادمون درست کنیم بیناموس. چوب مورد نیاز است. چوب ما رو حامله میکنه یو. وین کدوم میزنیم؟ خیلی وقت باز زد میزنیم. آره زد. کارگر به اندازه کافی برای ادامه کارگر به اندازه چوبوری کافی خواهرم برای ادامه مادر. کار این ساختمان نداریم. میدونم کارگر نداریم. آرام کارگر باشی. به اندازه کافی برای ادامه آروم کار این باشیم، ساختمان آروم. نداریم. من کارگر به به اندازه نظرت کافی برای چرا من ادامه دارم کار این انقدر ساختمان نداریم. مزرعه گاوداری میسازم. کارگر به اندازه ای کافی چرا؟ برای ادامه چرا میروی ململ ادامه کار این ساختمان نداریم. ما حفظ کنیم. کارگر به نیمایان اندازه بزن. کافی من برای چی ادامه می‌خوای کارگر به بسازی؟ اندازه کافی برای چی ادامه میگن؟ کار میان این انگوش ساختمان ساختمان میکنن. نداریم. کشاورزا میان انگوش میکنن. کارگر به اندازه کافی یکی برای چی ادامه داره کار برای؟ این ساختمان نداریم. مرض چرا باید دارن. انگوش کن چوبم تموم. مرض دارن. چوب ما رو حامله کرد به بلا. بابا ولمون کن. چوب چوب چوب. کارگر طلا به در خزانه اندازه کم کافی شده است؟ برای ادامه کار این ساختمان حالا. 40,000 تا طلا دارم بی پدر. نداشت کمه. وقتی من حس میکنم این یارویی که زر میزنه اصفهانی نمیدونم چوب چرا. مورد اینجا نیاز قرار است. نمیگیرد. وقتی میدونم چرا؟ یارو اصفهانیه من نمیتونم وقتی- اثبات کنم. بعدا این چرا الان. وقتی چی میگم بهش مالیات زیاد میکنی یارو میخنده. جوما نیانو. خب یه دونه چون خلیفه در بازی هست ما 2 تا اینا اینجا میذاریم. قرار اون نمیگیرد. سنگبری هم هنوز هیچی نمیتونه نرفته. و یه مقدار شادی ملت رو نگه داریم سر پا. یه مقدار. حالا میریم برای مالیات کلفت. خیلی طلا در کلفت. خزانه کم شده است. چه آها مردم البته همیشه 4 به یاد تا شما هستند. ریلیجیون. رسته تریاک زن رقصان. ریلیجیون 4 تا. الکاوریج تکس ال. چرا باید آبجو به انگلیسی بشه ال؟ آخه مادر. توف. خب این 3 تا اما چوبوری زیاد میخوایم چوبوری کمه. امور غذا اول بازی نساختون یادم رفت. خاک تو سرت امور کنم غذا اینقدر نیومدیم بازی یادمون رفته حاجی. نان نان بربری نان. باشه. این نونش با نونای دیگه فرق میکنه. نونش همبرگری بیناموس. این اروپایی خوب میخوردن ها. نه چیزای خوبی میخورد. نه هیچ ولش کن. بزاین دیگه بابا نمیزان چرا. صبر کن حرام زاده. اسلحه خانه جا ندارد. اصلا خونه جا نداره. بزاین میخوام کارگر بسازم. بدوین آقا عقل زایش کنید. چه زایش زایش آره. حرام زا. خب این 70 4 تا هم اینجا میذاریم. ریدم زایش من کنید. دهن همتون. یا چیز پخش کن. موز پخش کن. بیناموس بزنی. چی شد وای حمله کردم به تو. به منم 100 حمله میکنن بیناموسا. نه بابا کجا میدونستی بیناموس. امان دارا بکنیدش. نیزه دارا بزن. چی شد حاجی حس میکنم اون یارو اون پشت بی تربیت نمیدونم چرا. سرباز کماندار بزنی. عرب. چی شد دن چیکارت می‌کنی؟ بزنی. اخ وای به گار است. آتیش شدن. خدایی بیار عقب سربازاتو کس خاله همش مردم. اصلا برام مهم نیست. سوختی دیگه تمام آتیش هم نابود شد. وای بابا من حواسم مثلا نبود. اینقدر نیومدم بازی. آخه خدایا جر خودی چشم همه چی سوخ رفت. خاموش خب حرام زاد. خب
اینجا هم یه دونه بذاریم برده بازی شروع میکنیم حیوان بازی. همون شد مولی مولا. آجی یادت این مدت به بردام گفته خلیفه؟ میگه از این بوجکو بسازم برد نزدیک شد قیب کنن مادرشو بیاره جلو چشمش. جمعیت در اگه منو بخوریم مادرت ببینم. سرباز کماندار عرب سربازای کماندار مقدار آره. خیلی زیادی منو سرباز کارگر میاد. کماندار بزاین عرب. دیگه بابا چه گویی داریم میخوریم. مسکن مهر زدی یا حتی 4 تا دونه خونه معلومه نمیزان. مسکن مهر باید بزنی برادر من. اینجا قرار نمیگیرد. اینجا قرار نمیگیرد. اینجا قرار غذا نمیگیرد. بگیرم براتون اینجا بزنین قرار فقط. فقط نمیگیرد. زایش کنیم. زگا به مردم موز بده. لجندا میدونن چرا. سه مدل غذا میخریم برای ملت. به گوه میخورن به به سنگبریای سلادین رو به فاک دادیم. عالیه. به 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 در به. حال افزایشه. مردم میگن قشنگ بهتر کار کنن. سه مدل ما غذا. یعنی مورد چی؟ حمله قرار گرفتیم. ما مورد حمله قرار گرفتیم. کدوم بی‌ناموسی ما مورد حمله قرار داد؟ مادرش مورد حمله قرار خواهیم داد. چی شد؟ ها سربازای شد الان گمشیم بریم این بالا. چی شد کماندار نفهمیدم. عرب بیاریم. اون چه گوهی از سرباز. کماندار آتا آشغالن کماندار صلیبی. درد کی عرب نمیخواد. بیا. قدرتمند. عرب سرباز کلوف کماندار نه عرب. منظور اینه که قوی. عرب‌های کلوف. اگه منو بخوریم مادرتون. مادرتون سنگدار میذاریم. خلاف سنگدار بیناموس خیلی حیوانه. پایین اینا تموم نشد. حاجی خیلی طبیعیه ها. داره تو آتیش میسوزه سنگبری سلادین. بعد اینا خیلی عادی واسه کار میکنن اونجا. خیلی عادی. خیلی قویه. خب من باید دفاعی اوکی کنم. سرباز مورد کماندار حمله کی عرب. ما رو مورد حمله قرار دو نیروی تا دونه کافی یارو نداره. چیز زده فرستاد. سرباز کماندار عرب. واه دو تا میزنن میخوابونن آجی. چیام چیات بابا این چوب برای مردم غلام چقدر سنگ تو رو. راه ما هن. این مست الس اسکل الکلی گله الان میفرستیم میاد. جا. سرباز کماندار عرب. نه نون سرباز کماندار عرب. نان ساخت نان خیلی غذای عالیه. دفاعمون بد این هم میخوره دماغم. 4 تا نان. عالیه حاجی اینا وایسادن وسط آتیش دارن کار انجام میدن. خیلی قویه داداش. منطق جنگای صلیبی. سوار جنگای صلیبی هم من گرفت. چی دارم میگم؟ نیروی کافی نداریم. صندلی هم نتا یه وصل دقیقه شده. گفتم دیسکانکت شد. نتا وصل شده داشت. پکت از دهن سیب و نون واسه چرا باید یه قیمت باشه؟ گوشت و سیب و نون تو جنگ صلیبی یه قیمته. چقدر زیاد شد صدا. خیلی منطقی. کره شدم حاجی. چی اصلا امیره من برم گیب انبار کنم. غذا بذار. جا ندارد. من یه انگولکی به سلادین عزیز بگم. خیلی بی‌ناموس چته. آهن‌های فوق‌العاده کمی که داریم ما. آهنمون خیلی کم آده داشت. خیلی کم آهنه من. آهن پزی. آهن پزی چیه برادر من؟ اوی معدن چرا آهن مادر برای فرستی؟ مادرت نه هیچ. بریم. گیب میکنن آجی. الله ما اکبر مورد الله قرار اکبر گرفتیم. الله اکبر. اولین ریز مینی درگیری ما شروع شد. آها اون روش میروی الان من باید اجرا کنم. بچه که آشنایی نداری وای هیچی نمیشه. دومین پاتریو نمیشه. اوکی اوکی داداش پکت رفت داشتم. سوارکارا ما میفرستیم داخل. یک پیام از امیر. Things aren't going so well, are they? Still, امیر داره never غیب mind. میشه. آخه راسته غیب شدن امیر. Constructing siege equipment. Constructing اوه siege داره حد equipment. کلام میخوری. Constructing siege او equipment. در زده کلانگی اینجا میقاری. Constructing siege equipment.
خب 2 تا دیگه همین جلو. Constructing siege equipment. چند تا شد؟ 2 4 2 4 6 8 تا. غیب کنیمشون بابا. 8 تا. الان منجنیق ما میبریم فعلا قلعه صلیبی. فعلا بگم فعلا غیب کردم بچه‌ها رو. الان یه کاری باید میکنم مادرت توی حالت گریه کنم. ها نیروی کافی چی نداری. شد؟ الان ما 70 تا چه گرزدار میتونیم درست کنیم. سوار خوبه کار خوبه. عرب امی خودشون رو آتیش اه میزنه. پدر سوخته نزن. دمیج میکنی اینا رو حرامزاده. جیر بدین اینا رو. آقا آه چرا امیر میکشن. خودش ها چرا خودش خوش آتیش میزنه؟ خودش خوش آتیش وای چه آرامشه. تو با این یاری برای هیچ نمیتونی هیچ تیری به اینا نمیزنی. ما اینا رو میفرستیم اینجا چند تا از این شمشیر سند پیش بره. اینا رو میفرستیم این سرباز تو داخل. متخصص این رو سرباز خف- پدر متخصص. سگ. سرباز متخصص برو توش. شمشیدن عرق شمشیدن خیلی میشن. اینا رو میفرستیم بیلقه غیر بیلقه بیلقه بیلقه. سوار کار عرب آها 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 مادرتون الان میتونی چشه. 26 تیر بره تو کون 26 نفر از خانوادت همه از کون برو بیرون مزدور. مادرتون الان میتونی چشه. یه دلغه که ملیجک قلعه شونه جر دادم آجی. یه دونه زد ملیجک قلعه شون قیب شد. تیری بزنید بهشون دیگه. آها پدر سوختای بی شرف. الان نوبت گرز بازیه. گرزبازی حیوان بازی. گرزدار. نیروی کافی نداری. کفرات. بابا اینا رو خودش خوش آتیش میزنه. دیوانه است. یک پیام از قیب امیر. شد. Blue thunder. Mother told me to be more careful. مادرم فوش گفته بود. مادر داد. A better life awaits. سرباز گرزدار سر میگه مادر نیروی کافی نداری. مادر فاکر. سرباز نیروی گرزدار مادر کافی تو نداری. سرباز دولدار. میگه فوش مادر. مادر قبل برو دیگه. سرباز خدا رو شکر اینجا یوتیوب میشه. میگه نیروی ارتش سوار کافی کن نداری. بسازن فقط برای چی؟ ای پدر برای سوخته کی داره ما خرید. حمله میکنه؟ این اساسیناتو بچه‌ها دارن میزنن. بناز اساسیناتو جر دادن بچه‌ها. قیب سرباز کردن جر گرزدار هم سلاح قیب مورد کردن. نیاز است. 70 عدد گرزدار بزن داریم ما الان. گرز کلوف میشه میگن. این بیناموس کیه؟ داداش یه لحظه نگاه کن. انبار جا ندارد. نیزار رو این نمیرم عالی میشه. نیزار رو یه لحظه شما نگاه بکن. این با چقدر 346 تا کلا پول داره. بنده خدا. صلاح‌الدین قناعت رو پیشه کرد کلا 49 تا پول داره. عالیه. Catapult ready, my lord. قناعت پیشه کن و مادر دشمن رو حریف بده. سوار ولی صلاح‌الدین تنها کار کاری که عرب. میتونه که بکنه که این نیروی منو کافی نداری. سوار کار سوار کار عرب. سوار کار با عرب. شما هم گاهی ول کنید این گاوای بدبخت. لای 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 لای. آماده سازی برای غیب کردن صلاح‌الدین. دوستان خوش اومدید به غیب کردن صلاح‌الدین. سرباز چی بسازیم جی من برم از انبار جا ندارد. بذار من دارم فعلا چیز صلاح‌الدین رو میارم کار پایین. عرب. تو این وسط مسازا رو هم میتونید بخورید. یک پیام یه از مقداری بریم صلاح‌الدین. جلو. به راستی موجب ناراحتی آره ناراحت شو بدبخت بسوز اذیت شو مغزت اذیت شو. آفرین. حاجی اینجا نمیتونیم بزنیم. آی کی برم یه دونه ست اساسین زد. یه دور میروی بزنی. یه میروی ململانی بنازم. به به خیلی قوی بود واقعا.
خیلی قدرت بزنید. آها سالادین رفتیم توشا. منظورم اینه که تو قلعه سالادین، تو خود سالادین هم شاید رفتیم. چه می‌دونی مهم. اگه بچه‌های ما حشرشون بزنه بالا فقط تو خود سالادین هم بریم. برید توش. الله اکبر. یک پیام از صلاح الله من در اکبر. موقعیت خوبی نیستم و نباید بیش از این مردانم را از دست دیگه داری از دست میدی. قلعت هم داری، خودت هم داری از دست میدی عزیزم. یه چوب براش سفتایی هم پدر سوخته ریختن تو دیگه بچه. میگم یه دونه من چوب برم بچه ها دیگه وای نمیشه. نه هیچی نه هیچی نمیشه بابا. هیچ نمیشه. خدا وای پدر سوخت کی آتیش میزنه این نامونشا. چقدر ما گرزدار داریم؟ 63 کلا 7 تا کشته دادن بچه ها. الله اکبر. برید تو فنا تمام زدیم. سالادین غیب شد بسی. برید بالا تمام. سالادین رو غیب کردم اینجوری. حالا امیدوارم مورد این تاکتیک جهادی واقعا میچسبه. انبار واقعا جا تاکتیک ندارد. سوار کار ها عرب باشه خیلی ما این نیزا رو میخوایم چجوری بزنیم؟ با میروی تو میخوای من میرویش کنم، تو با شوالیه برو این دروازه هاشو بزن. من پول دارم کم میارم. سرباز متخصص میخوای بهت یه تعداد آهن بدم بفروش، پول میگیرم. بیا نایس. بهت یه 25 تا دارم آهن می‌سازم. میدم به 25 تا آهن بهت دادم اینا رو بفروش ازار پول بگیری. خدای آهن مافیای آهن زدم داداش. محموله کم است. یه ذره میفروشم 20 یه پول میگیرم. چقدر ما چوب داریم؟ من آهن زیاد چوب من خیلی چوب دارم. ببینم. من 912 تا چوب دارم. اقه چه خبره اقه؟ 90 چه تا خبره؟ چوب What دارم. the fuck؟ بقیه رو سنگم که نیاز دارم همه رو میفروشم. همه رو میفروشی؟ منجنیق داری؟ من 8 دونه منجنیقه. داره دونه 8 تا منجنیقه. من سنگ دارم اوکیه. بذار من یه تعداد منجنیق دوباره درست کنم. میخوام من بهت پول بدم یه مقدار، یه 5 کی بهت پول میدم. شوالی بسازم. شوالی خیلی پول میخواد، وایس بهت پول بدم. شوالی کنن 40 تا پول میخواد. پول بگیر. 36 تا متخصص. فکرم خیلی بتونیم نزدیک چقدر 36 تقسیم بر 2 میشه فکرم 13 تا 18 تا میتونم. اینجا همین روزی چقدر بد گذاشتی کسوفا نزی. چی؟ 3 تا از اینا گذاشتی. چی کی؟ بد نوجور داره درست می‌کنی ناموس میشه. نیزار قیبش میکنم الان وایسا یه میروبی روش بزنم خودش بریم. حاجی اسکول این ورا نکنده. خره دیگه. بخره باید یه راگوزی بزنم و بریم. کار عرب راگوز یا اولفز. راحت اینجا میتونیم بریم حاجی الان. ما میتونیم. بذار من میرویش کنم. کجا منظورت کجاست؟ داش اینا سنگ اینجا جای سنگ نتونسته بکنه اسکول. به به. راش باز. به بریم آقا. همین الان حمله. من همین. نه وایسا نه حمله نکنم. بذار من بخرم اول گرزدار درست کنم. من شوالی میفرستم تا حل کنیم. وایس. اسم میذارم یه مقدار شوالی هم زیاد بشه. یه مقدار یه 1000 تا دیگه. یا 1000 تا. بریم غذا کم میاریم. البته مشروب داره. حاج پشمام غذا اینقدر غذا هیچی نیست تو بزمون. ولی خب همینجوری چیزمون مونده رضایتم. بهت میگم مشروب مهمه. ملت رو با عرق ما داریم گوشه نگه میداریم. برگام ایران رو اینجا میتونی تجربه کنی شما. با عرق میتونی ملت رو گوشه نگه داری. برگام خیلی کم درست کردم. به اونجا 40 تا دارم اینجا 50 90 تا بسته دیگه ها. نیروی کافی نداریم. 90 تا گوزو بسته دیگه براش. کافی نداریم. چیکار مگه میخوایم با بنده خود تجاوز نمیخوایم بکنیم بهش که شاید کرد. شاید که
شاید دیگه. سنگ مورد نیاز است. بذار من چند تا دونه 3-4 تا سنگ دونه داریم یک هر اون پیام زادا. از 3-4 تا خلیفه. دونه برده بفرستن ببینم. خلیفه داریم ما اینجا. آره دیگه میگم اصلا خلیفه مونده. توش خلیفه که غیب شد. این وره اما 4 نفر رو داریم. بذار ما بریم یا فعلا خیلی. نیزا رو بگیریم. میگم خیلی برده فرستا سمتت. غیب میشن. چی فکر کردی داشت من؟ غیب میشه. سمت تو نمیانه یا نه؟ نه سمت تو دارم میام. من میخوام سمت من بذار من برم چیامو ببرم سمتش. آخه عرقمون داره کم میاد ملت گوش نشدن. من مصومی انگول میکنن زدم. بیا زدم انگول کلم تر کشید. انبار پاک جا ندارد. واش نه من نونم صبر داره کن میام باش. سیب مسکن سیب مسکن سیب ها. محموله کم است. سیب الان غذا محموله موندن. کم است. خب ما الان به تعداد بسیار زیاد وایسا بینیم بابا. کی فکر کردی بدبخت یه جور جرت میدن الان بچه ها. برگای خودت بریزه. یک غیب پیام شد از یه نظیر. ثانیه. You may chop off the head, but we will grow another. یه ثانیه بیشتر طولش Catapult ready, my غیب lord. شد. Preparing. بنده کی؟ خدا. این ببین چیزش چقدر برده گذاشتون بالا. برده کیه؟ کی برده گذاشته؟ برده گذاشتین تو خودش. توی خودش؟ توی کی؟ یه دقیقه نگاه کن نازی رو. لوردش دم رو. لوردش گذاشته حیوانی هم. دیگه منظورم همونه چی دیگه. کلوف دیگه. به چوست دیگه خوارج قبل اسم. برید جلو برید جلو وایسید. برید این جلو وایسید. Moving catapult. اگه زد که آها میروبی میخوام بکنم. برو جلو. دندان آقا هاشم. Catapult ready, my lord. اوه یه دور میروبی یه میروبی ریز برای من بزنید ممنون میشم. Preparing. یک پیام از نظیر. کیان به قرآن میروبی باقی میخوام. کیان داشت چیو میزنی؟ میروبی آها میروبی ململ غیب شد. Preparing. بزنید خونه هر چی داره نداره بزنید. بدرس کیان باز جر خورده آجی. نه من باید جر بدم خله اید اوه انبار غذاش هم زدم آجی. نگاه کن یه لحظه. همه چیم داره تم میگشه. حلش جر خورده آجی. به نظرم تو نیروها تو دخول بده از اون راگونزی که بازه. چه نمیره جلو. آها از این راگوزی که هست شما دیگه الان باید نیروها تو دخول بدی به سمت قاچه. حتی میتونی بزرات هدر نده. تن نیرویی که میتونه به لورد حمله کنه. چی؟ بزرات هدر نده. تن نیرویی که میتونه به لورد حمله کنه. چی؟ گرزارم نه این گوشه قنبل کردم واسه خوشون وایسن دارن جوجه نوشن میزن. 5 6 دونه بفرست میخوابونن. Catapult ready, انبار my جا lord. ندارد. مطمئن. Preparing. بذار من نونواییاشو پاره کنم. کیان برو قیبش کن. چه اوه کاری؟ وایسا نه حبه قشنگ باید بزنیم هیچی نشه باشه. یه دهنی از بچه ها اسمم سرویس شد این وسط. دهن بعدی هم سرویس شده بچه. یک اوه پیام ویل از کن خلیفه. خلیفهش بی‌ناموسیه. لعنتی. خلیفه با مرتگاش قیب کنی. وای میزنم بابا. پاره کردن داداش خیلی اچ پیشون کمه. 20 تا دونه موندن. اچ پیشون گوزه. میگم اچ پیشون گوز شدن این انبار جا اندونی که ندارد. خلیفه درست کرده بچه. مادری ازت حریف ندارم. به نظرم بفرست تو دیگه. تو اگه داداش یک پیام آروم از باش. نظیر. Your end is coming. اگه Your end is coming ها. هیچی برات نموند بدبخت. برده میسازن. گوز برده نداره علی برده گوز می‌فرستی. میکنه. زندگیش آتیش بزنه. بفرست من. سرباز هیچی نداره بخوای آتیش نیروی بزنی. کافی برادر من. نداری. مهم نیستش قلعش آتیش میگیره سربازاش هم 20 تا دونه میفرستم یه جور حریفش بدم. من 24 من باید یه نیروی راگوز کافی وا نداری. کنم. اون راگوز قبلی به درد نمیخوره. ما نیروامون رو زبان حرکت میدونه بدیم. سلکی نیست اونجا نوسته میدونه اینجا رد بشه. سپاه کبیرمون رو حرکت بدیم.
Catapult ready, my lord. Preparing. سرباز خونش یه مقدار ما که انبار سنگ تو جا دلت ندارد. بخواد داریم. حالا تارگتی هم میزنیم غیب شو Preparing. اینجوری. حالا بیاریم بچه ها رو جلو. بچه ها بیان جلو. عالی. ابرکالله. او مردمش هم کشتیم. میرو ببینم میتونیم بزنیم. آره میرو بزنیم. ما مورد حمله قرار میروبه گرفتیم. سنگین، میروبه الله اکبری، میروبه دعادار. حالا برگردم به نظرم آجی بیا یه دو تا این برجکاشو غیب کن اگه میتونی با همین شوالیاز. من اون سرباز ندارم روش. نداری؟ نه حرام زاده. بیا دو تا این برجکاشو غیب کن من بتونم چیزامو این راگوزش بکنم تو دخول بدم. فقط دارم سوار کار میسازم فقط. خار مادر سوار کن. خب ببین ما با همین نه تا دونه یه دهنی از شما من سرویس کنم. الفرس تعدو. بفرستین سربازا اینجا به میارن نظرم. Catapult ready, my lord. همینجا بایستی. سوار کار عرب. ما با همین نه تا دونه یه دهنی از شما من Ready, سرویس my کنم. lord. We'll try our best. وای کجا دارین میرین شما ها؟ یا مقدار خیلی کم سرباز فرستادم. از همینجا چی کن دیگه برو غیب کن این چیزاشو. به دستم در زیر سنگ وحشیانه منجنیقای ما همینجوری لولیشو بکنم به تو بزنم. هیچی نداره دیگه. چون من غیب کردم همش. سربازاشون رو نگاه کن قلعش غیب شد کلا. سرباز الان دیگه واقعا گردان. هیچی نداره که بیان دفاع کنن از What a خودش. lousy job. بفرست گرزدار بفرست. وایسا بهت بگم صبر کن I ain't برادرم. اون water. اون دیگه داری رو بفرست. صبر کن دارم اینجا رو ما بپوشونی بچه ها با بیل و کلنگ افتادن اونجا اینجا رو بپوشونن برن جلو. گرزدارا از انبار جا از- ندارد. دم از گرزداری به کارگری افتادن بچه ها. گرزدار داری چی میکنی کسا؟ دارن میپوشونن بچه ها برن جلو. بچه سنگین داشت استراتژی خار مادر. اسم استالین رو دارم نمیدونم این اسکولا رو ناکن دارم میگم. این بر بابا بیا اینجا بایستی میام. با احمق سرباز یک پیام از نظیر. غلط میکنی چیز بسازی. بجی این شوی مثلا اجازه نمیده اینا Catapult ready, my غیب lord. میشن تا میان غیب میشن. این جلو رو بکنید پدر سوخته اینجا بکن دیگه. یه بلاک فقط باید بکنن. یه پیکسل بکنید بریم دیگه. احمقا رو نکن به اون I سمت ain't دارم. water. انبار جا نه. What ندارد. a lousy job. بکنید ببینیم چه گروه رو بخوریم. Catapult ready, my lord. بکن دیگه یه چوسه مونده به وای خدایا. بچه حشرشون زده بالا نمیتونن سرباز تصمیم بگیرن. گرزدار. یه چوسه رو I ain't بکن جان water. مادرتون. اوه بکن دیگه. این شیطون میگه برام غیب کنم. Move. اونور اگه میتونین کمانداره پدر سوختشو بزن. یه سری نیرو بفرستین کمانداراشو بزنن جان عزیز. با هم بزنیم وایس با ما هم مورد بزنیم به یه حمله دفعه قرار بردیم. گرفتیم. چقدر دارم؟ سرباز من مورد حمله قرار گرفتم 222 کجا؟ بابا 222 کم ماجی نمیشه. انا هیچی ازش نمونده گوهی میگیره خندق میکنه اینجا. انبار جا ندارد. سرباز کجا دارین میرین؟ بابا احمقاشون رو احمقا. فرستادی. کجا میرن اینا؟ گرزدار. Here we go. نصفشون که موردن. وایسا من کل پولمو بدم گرزدار رو اینجوری نمیشه. بابا این سربازات احمق میگم سربازاتو بفرستین بغل این سربازه رو برجکشو بزنه. یه وایسا یه ذره سرباز بیشتر بسازم خیلی کم دارم. غذا الان چی میگه این وسط نمیفهمم. این همه ما چی داریم؟ وایسا من
نونوایی نساختم اصلا حواسم نمیاد نونوایی بسازم. این چیکار میخوام بکنم؟ اینجا استراتژی قرار خفن. نمیگیره. اینا رو من میفرستم اینجا بعد چی میکنم؟ سیری کمون زناشو که زدن چیکار میکنیم؟ ما برده میفرستیم. خب برده یا اول استراتژی خار مادر. سیری کمون زنا رو که بزنن برده ها میرن داخل. یه 2 تا دونه برای آرد داستان میزنیم که بچه سنگین کارو شروع کنیم. خب ما اینجا که اینو خریدیم انبار جا ندارد. یه 50 تا بسته دیگه نه 70 تا خریدیم 50 تا بسته غیب کنین اینا رو بزنین 50 تا حالا اونا رو بزنین 1200 تا بیشتر پول نداریم وای ولی چی داریم؟ آتیش محموله کم آهن است. داریم آخبار مادر اینجا میگم منجونه ایقا چی دارم میگم سرباز سرباز نیروی کافی خلیفه غیب نداریم. شد داش آروم اما این ور قلعش هم سربازش غیب کنه اوه یه حیوان ایراتیش دار سرباز گلزار نیروی کافی نداریم. غیب شد سربازش آروم باش غربازش غیب شد نیروی کافی نداریم. خب الان ما تا به دور تعداد قلعه رو زیاد می‌زنیم. آها الان که سرباز نیستم باید اینا رو گلزار. بفرستیم غیبش What? All that way? شماها سرباز سراغ گلزار غیب باز مثلا نیروی نداره که بتونه مثلا گیر آتیش بزنه خب الان من این چیکار در کنم؟ حال ذخیره کردن. به خودم باشه اینجوری شما بذار من این چیزا من شغلیه، بفرستم شغلیه. Ready, my lord. بذار من الان این منجنیقا هم بفرستم اینجا غیب کنن تو شغلیه. بفرست دو خول بدی دو یا خال رو من فرستادم دو داخل خال یا اول اون آتیش میدم آجی یه تیگر برش کنه شغلیه رو بزنن دیوار بزنن آره بفرست دیوار بزنم یا میخوای وایسه منجنیقا من بیان خیلی یه سال طول میکشه من ببینم شغلیه بی‌پدر خیلی اشکی دارم ما مورد حمله قرار گرفتیم. اگه این دو تا بتونن سرباز بزنن گلزار به تو گفت که خب بر گرزدار اصلی داستان رسیدن این یادم دو داره تلاش اینه که بتونه غیر آتیش بزنه گوی نمیتونه گوی نمیتونه بکنه دهن لوردش پیام داره از سرویس خلیفه. میده. منتظر پاسخ من باش. چه پاسخی منتظر باش دیگه حالا یه سال دیگه پاسخی میده چه پاسخی پاسخی جودی. خوبی داره Prepare با شروع کنید به نابودسازی انبار جا ندارد. شمالیه برو پیام توش از برو خلیفه. توش میرا تو دست بفرستی کشتن مرا داری مطمئن باش که اجازه نخواهم داد. اینو ما زدیم نزدیک شده ار میزنه نظر تبدیل میشه یک پیام از نظیر. بزن این دیواراشو دیگه بزن بزن ready, دیگه my lord. یه ذره باید بریم. بزن من تا لوردش دیواراشو غیب پایینه، من کردیم، همون خب؟ شغلیه رو غیب کنم. وایسا من غیب کنم تا لوردش پایینه من سریع برم بزنم گلزار Move, you dogs. ها بالاخره برید توش برید توش برید تو برو تو قلش بمون چی میگی دیوانه است مهر سربازاتو باید بفرستی مثلا بیا اون پایین از سربازات اینجوری هن که با خلیفه دوری بی پایین بی ناموس خلیفه اون بالا خود سلطان اونجا سربازا It's a rout. دوری بیا پایین حرام داری خودی زدم بچه ما خودی زدم یکی از سربازات یه دونه سنگ رفت ما زیرش مورد حمله قرار گرفتیم. خلیفه من اما تمام ایزی یک پیام از ایزی فقط خلیفه. پولمون صفر شما شد پایان رو برای نخواهید. پایین اون پودر شدی پودر شدی و پایین ایزی داشت ایزی